در این ویدیو با هم دیگر میریم و یکی از بازیکنان فوتبال یا بازیکنان مشهور فوتبال آقای لیونل مسی را درآمدش از یوتیوب بررسی میکنیم که میبینیم از یوتیوب چقدر این نفر درآمد داره و همچنان کسانی که علاقمند آقای لیونل مسی هستند چنلش را براتون معرفی میکنم. شما میتونید چنلش هم سابسکرایب داشته باشین، بازی‌هاش تعقیب کنین. و با خاطر کار یوتیوب در مرورگر کامپیوتر خود ما باز کردیم و از کامپیوتر استفاده کردیم. در اینجا باز بعضی ویدیوها را از موبایلم استفاده میکنم. فعلا در دست کامپیوتر استفاده کردیم. در این قسمت سرچ بار یوتیوب، در قسمت سرچ بار یوتیوب چینلی که خود آقای مسی داره به نام لیو مسی است. در اینجا تایپ میکنم لیو مسی و بعدا اینتر میکنم یا به این شکل اینتر میزنم. باز خودش یا داخل چینل آقای لیونل مسی میشه. اینجا نوشته است که لیو مسی. خب لیو مسی، این چینل لیو مسی یا لیونل مسی هسته، یکی از بازیکنان مشهور فوتبال خودتان که از مکه بیشتر میشناسین. حالا میریم با هم دیگر درآمدی شخص چه میکنه. قبل از او ما براتون نشان بدم ویدیوهایش را که چه قسم ویدیوها آپلود کرده. میبینین یک ویدیو آپلود کرده 3.1K بازی گرفته در 17 ساعت پیش. این ویدیو که ضبط میکنم تاریخ 2026 هسته که را ضبط کرده و به این شکل ویدیوهایش ادامه داره. شما میتونید داخل کانالش ببینید، پخش کردن نمیتونه به خاطر که کپی رایت میگیره و تمام این ویدیوهایش میتونین خودتان ببینید. یک بار میریم مسی جوان بده اینجا. ولی ما میریم اینا چک میکنیم که چقدر شخص از یوتیوب درآمد داره. درآمد اصلی شخص ما چک میکنیم. به خاطر چک کردن درآمد ما به یک سایت نیاز داریم. اون سایت نیز جو سایت سوشال بلد. در قسمت سرچ بار یوتیوب ما تایپ میکنم سوشال بلد، همین سایت هسته. خب دوباره اینجا انتر میکنم، سایت اینجا بالا میاد، راست کلیک در یک تاب جدید باز میکنیم. میره زمانی که را در یک تاب جدید باز کردیم از این قسمت پلتفرم خود انتخاب میکنیم. ما میخوایم که از یوتیوب یک شخص چک کنم، خود آقای لیو مسی را، و بعدم پلتفرم که انتخاب کردیم در قسمت سرچ بارش میایم. اینجا ما تایپ میکنم لیو مسی. لیو مسی را که تایپ کردیم چند لحظه صبر میکنم. لیو مسی را از صفحه یوتیوب اینجا میبینید که اولیش برای ما آورد، تصویرش فعلا نشان نمیده به خاطر که سرعت اینترنت کم است. یعنی تصویرش هم نشان داد. حالا من روش کلیک میکنم اطلاعات حساب آقای لیو مسی را بر ما بالا بیاره، ببینیم که چقدر ایشان از یوتیوب درآمد دارن و چینلش هم اینجا معرفی میکنم براتون که ببینیم که چطور یک چینل بوده، در کدام سال ساخته شده، خودتان میبینین. خب نام چینلش لیو مسی هست. اینجا میبینین لیو مسی و این آقای لیونل مسی در سال 2026 30 جنوری چینل ساخته بوده و 207 ویدیو آپلود کرده تا به حال. از زمان ساختش زیاد فعالیت هم نکرده. تعداد بازدیداش میبینین چقدر هسته. 68 میلیون بازدید گرفته در کل و سابسکرایبراش هم 4.48 میلیون سابسکرایبر داره. زیاد فعالیت نکرده، سابسکرایب هم کم داشته ایشان. و میریم قسمت پایین. اینجا تعداد درآمداش براتون نشان میدم. در 30 روزی اخیر مقدار بازدید گرفته، تعداد بازدید گرفته 20000 یا 20K و در 30 روز اخیر اینجا سابسکرایبرش البته ببخشین سابسکرایبر گرفته 20K سابسکرایبر گرفته و بازدیدای گرفته 3,42,000 بازدید گرفته در 30 روز. اینجا هم درآمدش شما میبینید در یک ماه که درآمد کرده از یوتیوب برش پول داده از اون ویدیوهایش $85 است در یک ماه و یک ساله تخمینی درآمد لیو مسی میشه $1,000 یا 1K. $1,000 در یک سال درآمد داره از این چینلش. فوکسش به نظرم زیاد سر چینل نیست، هر کسی که پیش میبره و درآمد هر ویدیوش اینجا شما مشاهده میکنید که چقدر این نفر از هر ویدیو درآمد کرده. درآمدش میبینین هر ویدیو یک ویدیو 68,000 یا 680,000 بازدید گرفته. ما 6 میلیون است، 68 میلیون بازدید گرفته و از این 68 میلیون دوستا ببینین درآمد لیو مسی چقدر کم بوده. خودتون اینجا مشاهده میکنیم. در 68 میلیون بازدید اگر اشتباه نکنم 68 میلیون است، $3 درآمد داشته. واقعا دیگه جفاست به حق کسی که ویدیو آپلود کنه و 68 میلیون بازدید بخوره بازم $3 درآمد بوده. در ویدیو بعدی میریم بخیر انشالله درآمد رونالدو را چک میکنیم که مثل رونالدو یا بازیکن
ستاره فوتبال فعلی جهان چقدر از یوتیوب درآمد داره. او را با هم دیگه چنلش بررسی میکنیم، درآمدش هم بررسی میکنیم. قسمت پایین میایم. روزانه به شکل متوسط یا اوریج $3 درآمد داره و در شکل اوریج $21 درآمد داره. در 30 روز $85 به شکل اوسط درآمد داره و در 14 روز $40 درآمد داره. خب دوستایی بود معرفی ویدیوی خود آقای لیو مسی. خب شما میتونید خودتان هم یک بار داخل چینل شوین. اینجا هم نام کاربرش از لیو مسی و خودش هم در داخل یوتیوب سرچ بزنین، بریم ببینین که چه نوع ویدیو آپلود کردم. اگر اینجا ویدیو پخش میکردم حتما کپی رایت میگرفت. تا ویدیو بعدی شما را به خداوند یکتا میسپارم. قبل از سپردن از شما خواهش دارم که این ویدیو را لایک کنین، به خاطر که من حمایت شوم تا بتونم ویدیوهای بیشتر در خدمتتان قرار بدم و از حوزه های مختلف یوتیوب براتون ویدیو تهیه کنم. یعنی تمام بخش های از یوتیوب که قرار داره فعلا از گیمینگ گرفته تا بخش آشپزی را براتون درآمدش نشان بدم کدام بخش درآمد بیشتر داره. بدرود.